خیلی چلگم اگر با سالهای 23 قیاس کرده گم من بیساود رو جاری کرده است. این از یک طرف برای کارمندی حکومت خنداور است که تمام مردم شهر امید بر آنها دارد، با سواد آنها، با تجربه آنها، با کار آنها. پس چگونه میشد اونو با عبارت رئیس شهر عریضه رو نوشته نتواند؟ و اگر نوشتند در عریضه اینقدر غلط، اینقدر خطا، پس چگونه ما از اونو باور کنیم که آنها با طور دیگر بگیم دل و جگر دولت ما هستند؟ چون این سواد که داشته باشند، پس چگونه آنها در اداره قدرتی کار میکنند؟ چرا این خیلی است؟ درست است که از یک طرف گفتن گو این سردار شهرمون کاری خوب کرده است، توی که اونها اکثر یاد گیرند، لیکن از طرف دیگر باور که در این سین سال در این وظیفه جاری کردن این مال بیسعودی یا که آموزاندن گراماتیک و املا و خیلی گویم خطایی درست کردن جمله را از جهت خطای اسلوبی دیگر یک شرمندگی است. آخر هیچ باوری کس نمی‌باید که نماینده حکومت بیسواد باشد. خیلی کم سواد بودنش ممکن، خیلی یک تنیم تا شاید خطای املایی شود، چون املا نه خیلی 5 سال بود شده از درست است که در استفاده گویم که چی در نطق شفاهی و چی در نطق خطی شاید املای بعضی کلمه با شناس نباشند، لیکن اون طوری که شما میگید و در مثلا جلسه شهر صدا داده است، این بسیار تشویق است. وقتی که دولت با او باور کرد، این اون کار باید اوده برا باشد. این اوده از اوده کار که نباید چیکار میکنه در اپارات دولتی؟ چیکار میکنه؟ این تعیینی نیست که حتما انمیره کار در خامتن گم نیست. تعیینی نیست این چیز اختیاری است، انتخابی است. نه ترجیح جامعه گرفتن در کار که مثلا با قوت باشن، اوده برا باشن. فلان کس این وایسته شده، 20 مردم وایسته شده نه. از دل صاف اوجان رو گرفتن در کار که از پای اجرایی سپارش دولتی شده توانند و اوده برا باشن.